امروز قراره که راجع به هایفوتراپی صحبت کنم. اینکه هایفو چی هست و چه کاری انجام میده. هایفو امواج اولتراسوند هست. همون امواجی که توی دستگاه سونوگرافی هم استفاده میشه و همونقدر بی ضرر هستش که برای فالوآپ سلامت جنین استفاده میشه. حالا میان همون امواج اولتراسوند رو خیلی متمرکزترش میکنن و دستگاه هایفو درست میشه. دستگاه هایفو تأثیری که داره روی ماهیچه های صورت و پوست صورته، به این صورت که ماهیچه ها رو لیفت میکنه و پوست صورت رو تحریک به کلاژن سازی میکنه و این پروسه باعث میشه که پوست سفت‌تر شه. و اینکه هایفو برای قسمت های میانی صورت قابل انجام نیست و بیشترین استفاده‌ای که داره قسمت مید فیس، لاور فیس و قسمت قبقب هستش. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه.